دیگه قسمی که در تایتل و تامنال خوانده باشین، ما در سرک موتر فروشی های قصبه هستیم. منطقه‌ای که نسبتاً از شهر کابل، از مرکز شهر کابل البته دور است، بسیار هم دور است. اما دوستان عزیز باور کنین اینا، باور کنین یک آب و هوایی داره، یک آب و هوایی داره که شما در هیچ یعنی قصبه یا خوجه رواش هر کدامش که درست است خودتان بهتر میفهمین همونجا شهر کابل و چقدر زیبا. سلام دوستان نهایت گرامی، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، امروز به اولین بار در یک جای بسیار متفاوت شهر کابل آمدیم که تا حال نامده بودیم و البته از این بعد شاید زیادتر شاید کمتر بیاییم. دیگه قسمی که در تایتل و تامنال خوانده باشین، ما در سرک موتر فروشی های قصبه هستیم. منطقه‌ای که نسبتاً از شهر کابل، از مرکز شهر کابل البته دور است، بسیار هم دور است. اما دوستان عزیز باور کنین اینا، باور کنین یک آب و هوایی داره، یک آب و هوایی داره که شما در هیچ جایی که منطقه مسکونی شهر کابل باشه پیدا نمی‌کنین. اینو باور کنین، بسیار یک آب و هوای خوبش، تازه و پاک. خودم کوچه موتر فروشی من میال اونجا بودم، در یک از روزهای دیگه باز البته اونجا همچنان میریم دیگه. واقعا دوستان عزیز یک جای بسیار خوب و بسیار عالی هست، اما یگانه خرابیش که داره اینمی از دوستان عزیز که از شهر و بازار دور است، بسیار دور است. نزدیکترین جای به اینجا دوستان عزیز 500 فامیلی شهر کابل است و اون طرف دیگه کسایی که میخواین از کابل بیرون شوند راه با اونا بسیار نزدیک است. حتی با کوتل خیرخانه دوستان عزیز نمیتونیم مقایسش کنیم، چون کوتل خیرخانه که پایین میشین سرای شمالی دیگه شهر است، خود مرکز شهر. اما اینجا تو سرای شمالی تقریبا 45 دقیقه راه است دیگه. به خاطر یگانه نقطه ضعفش فکر کنم همین باشه، وگرنه آب و هوا بلاکا چی میگه دیگه چی میگه. یک منطقه دوستان عزیز دیگه اگر نداره. این بلاک ها رو ببینید دوستان عزیز، چقدر این بلاک ها زیباست. این بلاک ها رو من سرکش براتون نشان میدم. شما ببینید دوستان عزیز که چی یک دیزاین رو داره که و چقدر مقبول میسازه این طرفه. میشه دوستان عزیز طرف سرک بگذاریم، ببینید این بلاک ها رو خودتون. این سرک اون طرف متاسفانه کفته است دوستان عزیز، اگر نشان بتون براتون ویدیو رو از بین میبره دیگه، تصویر خراب میشه. اینجا فعلا از این طرف هم سلو با پیش بریم. شرک خوجه رواش هم دوستان عزیز البته پیشتر است، یا میجرم خوجه رواش فکر کنم شاید بگوین، میگه موقع بلدیت ندارم. و کسایی که میفهمن در این کومنت ها میشه بگوین. با مسرت دوستا ترکاری رو ببینید که سلطان خنده میکنه. دوستان عزیز سرک های بسیار پاک خوبش هم داره، نگفتن اما بسیار خوبش عالی. اما تو
یعنی قصبه یا خوجه رواش هر کدامش که درست است خودتان بهتر میفهمین. هموجه شهر کابل و چقدر زیباست، چقدر زیباست این سرک و چقدر مقبول است واقعا. و اصل ناشدنی بلاک‌ها را یک ذره کمک کرده مردم، اما بازم با وجودشان زیباست. چراغ سولاری و باتری دار. این بلاک ها تو ادامه داره دوستان، نفوذ زیادم البته اینجا زندگی میکنه، ایرام از زیادتون نره. دوباره میبریم ما در سرک موتر فروشی دوستان عزیز. موترهای لینی زیر دوستان عزیز شما میتونین از 500 فامیلی کابل پیدا کنین. در چهارراه شهید هم به احتمال زیاد هست موترهایش. سرک چی خاص میاین باش رفته از دوستان عزیز طرف بس بیاییم این طرف دوباره. سرک موتر فروشی و شفاخانه گلوبال. موتر فروش یا شفاخانه گلوبال همین چی صدا میکنن. باز قصبه سرک بگوین قصبه فکر کن دو سرک دیگه ببریتون سرک اصلی ساختمان های قصبه. شما فقط دوستان دیزاین ها رو ببینید، دیزاین ساختمان ها رو ببینید، واقعا هیچ اگر ندارن. یک ذره کهنه شده این رنگشان رفته، یک بازسازی و یک رنگ کار دارن، اما بازم با وجود از او بسیار زیباست. در ضمن دیگه دوستان عزیز زیباستی رو براتون بگویم که این سرک از چیز کمبودی نداره. یعنی منطقه چگونه دوستان عزیز؟ به منظوری که همه چیز موجود است، مکاتب شخصی، مدارس، شفاخانه، خوراک فروشی و لباس فروشی و نمیفهم همه چیز. این دیگه سرک دوستان عزیز بین بلاک ها، بین بلاک های یک سرک از دیگه خب در بینش بلاک هاست. بلاک ها بسیار زیاد است. یعنی این بخش دوستان عزیز اگر کلش بگویم که بلاک است، شاید بگوین این خانه مسکونی خیلی کجاست، سبب خانه رایشی، اما تماما دوستان عزیز بلاک است. از 0 تا 100 بلاک است این بخش. ما خانه کوچک ندیدم. موترهای چهارراه شهید هم از اینجا میرن دوستان عزیز. صدا کرد چهارراهی شهید شهر کابل. مطمئنا دیگه وقتی که از چهارراه شهید میره از اون طرف هم موترهای لینی داره. مرا واقعا دوستان از این منطقه بسیار خوشم آمد، بسیار خوشم آمد. اما این که از شهر دور است بسیار یک نقطه ضعف بزرگ است، بسیار زیاد، چون که یک مشکل بزرگ است یا وقتی که آدم کار داشته باشه راه دور است و اما از دیگه بخشا بهتر از اینجا پیدا نمیشه. حتی دوستان عزیز حتی این رو براتون گفتم میتونم که از مکرویانا هم کرده بهتر است. البته از نظر من، نظر شما رو نمیفهم، نظرتان در کامنت ها بنویسین. از مکرویانا هم بهتر است. دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.